چرا تو میاد ماینکرافت بازی بکنه بهش گیر میدی؟ بابا ماینکرافت باهوشش میکنه. بیا 4 تا دلیلاشو بهت بگم. یکیش این که بچه‌ها تو ماینکرافت هر سازه‌ای که بخوام میتونن بزنن که این باعث میشه که خلاقیتشون رشد کنه. شاید باورتون نشه بچه‌ها به وسیله ماینکرافت میتونن اصول اولیه برنامه نویسی و ریاضی رو یاد بگیرن. حالا چطور؟ به وسیله ردستون‌های داخل بازی بچه‌ها میتونن مدارهای مختلف درست بکنن که باهاش میتونن هر سازه متحرک مهندسی شده رو باش بسازن که این باعث میشه مفاهیم اولیه برنامه نویسی و ریاضی رو یاد بگیرن. یکی دیگه‌اش این که بچه‌ها برای ساختن سازه‌هاشون باید منابع جمع بکنن و تصمیم میگیرن اون منابع رو چجوری استفاده بکنن که این باعث میشه هم برنامه زیاد بگیرن هم قدرت حل مسئلهشون تقویت بشه. و آخرش این که تو دنیای چند نفره ماینکرافت بچه‌ها یاد میگیرن چطور با هم دیگه تعامل داشته باشن که این یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی تو دنیای واقعیه. پس مامان بابایی که میبینی بچه‌ت داره بازی میکنه باهاش مخالفت نکن و تو هم این پست رو ببرس برای مامان بابات تا اذیتت نکنه.